سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 28 فوریه است و من مومین احمدی در این نشر برنامه همراه شما. حالا نگاه به عنوان چندی از گزارش های برنامه. با ادامه جنگ روسیه در اوکراین، هیئتی از این کشور برای گفتگو با مقامات روسیه به مرز جمهوری بلاروس رفتند. دانشجویان تاجیک از ترس جنگ و برای حفظ جانشان از اوکراین به لهستان می‌گریزند. بر رادیو آزادی احوالشان را تصویر کردند. سرحد پولشا را قرار داریم. من این استودنت‌های تاجیکی که با ما در راه هستند. سرابان خانه هنگام بنیاد نیروگاه بزرگترین تاجیکستان در ترکیش جان داد. اعضای عائله محتاج کمک و سرگردان شدند. تو 6 ماه 2018 مرا یاردم میکردن، 1500 سوم گرفتم. 6 ماه 2018 تا این روزا نگرفتم. هیئت اوکراین برای گفتگو با نمایندگان روسیه به مرز بلاروس رفتند. دفتر پرزیدنت زلنسکی روز 28 فوریه گفت به هیئت اوکراین وزیر دفاع الکسی رزنیکوف و مشاور پرزیدنت میخائیل پادولyak شاملند. ملاقات چند ساعت پس از شنیدن صدای ترکش‌ها در پایتخت اوکراین و شهر خارکوف برگزار می شود. مقامات اوکراین گفتند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که 24 ساعت آینده برای اوکراین مهم خواهد بود. تحولات دیگری جنگ در اوکراین در گزارش همکارم طاهری سفر. حمله های روسیه در اوکراین همچنان ادامه دارد. از آغاز جنگ 4 روز می‌گذرد و نیروهای روسیه وارد دو شهر بزرگ کیف و خارکوف شدند. ایالات متحده و همپیمان‌هایش تحریم علیه مؤسسات مالی روسیه را بیشتر کردند. آنها از جمله دو بانک بزرگترین کشور وتب و اسپربانک را تحریم کردند که معاملات زیادی پولی از طریق آنها صورت می‌گیرد. آنها از نظام بین المللی بانکی بیرون کرده شدند. ما همچنین نسبت 80% بانک و مؤسسه های مالی روسیه تحریم اعلان کردیم. این نه تنها تجارت را برای پرزیدنت پوتین و حکومت روسیه مشکل می کند، بلکه کمک و مبلغ گذاری به بخش نظامی در این کشور را دشوار و ناممکن می سازد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که روز پنجشنبه امر حمله به اوکراین را صادر کرد، تحریم‌های کشورهای غربی را خصمانه نامید و به نیروهای بازدارنده هسته کشورش دستور داد در حالت آماده باش قرار گیرند. این یک جنگ سراسری و ناعادلانه است و فرصت آن است که تاجران امریکایی سرش اندیشه کنند. اما فکر میکنم فرصت آن است که آبروی خود را حفظ کنند و با نظام کار نکنند که برای آنچه که با اوکراین کردند و میکنند در دادگاهی گاه نشینند. هفته گذشته نیروهای اوکراین که غیر نظامیان هم در کنارشان هستند به تلاش‌های نیروهای روسیه برای پیشروی و شکست دادن شهرهای بزرگ اوکراین مقاومت کردند. وزارت دفاع اوکراین یک ویدیوی ثابت نشده را نشر کرد که نشان می‌دهد هواپیمای بدون سرنشین کاروان ارتش روسیه را نابود می‌کند. فرصت آن رسیده است که تمام مؤسسه‌های مالی روسیه را از تمام نهادهای بین المللی معاملات پولی بیرون کنیم. وقت آن رسیده است که به ضد صادرات نفت و گاز پوتین، منبع اساسی درآمدش، تحریم جاری کنیم. باید با شتاب به جبهه اسلحه فرستیم، اسلحه ضد تانکی، ضد هواپیماها، اسنایپر، مواد سوخت. این کار را باید یک هفته پیش می‌کردند. اوکراینی‌ها دیگر وقت ندارند. اوکراین راضی شد که در مرز با بلاروس درباره صلح گفتگوی بی قید و شرطی داشته باشد. در سراسر جهان طرفداران اوکراین با طلب قطع جنگ راهپیمایی کردند، از جمله در واشنگتن که قرار است آنجا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه پیام سالانش به کنگره را ارائه کند. ده‌ها مهاجر تاجیک با طی کردن راه طولانی و پای پیاده شب گذشته از اوکراین به پولشا و یا لهستان رسیدند. مهاجران و دانشجویان تاجیک که در اوکراین کار و زندگی می‌کردند با شدت گرفتن جنگ همراه با مردم اوکراین از آنجا بیرون شدند. برخی از این دانشجویان که با رادیو آزادی تماس دارند میگویند حالا در جای امن قرار دارند. آنها با ارسال نوار و عکس‌ها به ما نقل کردند که چطور از منطقه جنگ بیرون شدند و چه مشکلات را در راه پس سر کردند. کیومرثی عطا گزارش می‌دهد.
وокزال شهر لوبوف نزدیکی سرحد پولشا. چند از دانشجویان تاجیک با هزاران اوکراینی به پولشا فرار کردند. آدم‌ها می‌خواهند که از گرانیت پولشا بگذرند طرف پولشا روند. بیش از 30 دانشجوی تاجیک 2 روز را در راه گذراندند تا از دنیپر به لهستان برسند. نصف راه را با قطاره و نصف دیگر را پیاده طی کردند. دانشجویان لحظه های فرار خود را از جنگ به نوار گرفتند. از اینجا اون طرف 30 کیلومتر دیگه مانده است که باید با پا رویم، پیاده. دانشجویان نقل کردند که در راه به لهستان ساکنان دهه های نزد مرزی مهربان بودند. از خوراک نیز مشکلی نداشتند. آنها میگویند در این سفر سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز به آنها کمک کرد. اینجا گرانیتسا شما سر دادن میگیرد. من ماشین برخی با ماشین های خود از مرز گذشتند. گذشتیم به ویزا به یگان چیز طرفی پولشا در آمدیم. گرانیتسا پرسش دکومنت نمونه پاسپورت تاجیک گذشته و رفته هم میگیرید. از جنگ روسیه با اوکراین 10,000 نفر به کشورهای همسایه میگریزند. احتمال کشورهای اروپایی از راه امن پناهندگان تاجیک را به تاجیکستان بفرستند. گراجدانین اوکراین باشه سرازا میتونشون برای رفتن لاگرها میروند. اگر جای خوب نداشته باشن یا که اونجا مینویسی یا که ادکاز میکنه لاگر برای بیزنس چیزشون میتن. برای ملت خودمون نمیتونن بچه‌ها. این بیزنساگی چی را همون لیستوکا نمیتوند. مهلت میتن. سرحد پولشا را قرار داریم. من این استودنت‌های تاجیکی که با ما در راه هستند. با وجود رسیدن خبرهای تیره از اوکراین، دانشجویان تاجیک امید دارند جنگ به زودی خاتمه می‌یابد و آنها به درس و تحصیل برمیگردند. با گذشت 2 ماه از بازداشت چهارشنبه ورزشکار تاجیک، محاکمه او امروز در بازداشتگاه موقتی در دوشنبه آغاز شد. اگرچه گفته بودند محاکمه باز خواهد بود، اما بجز از پیوندان و وکیلان دفاع چهارشنبه به دیگران از جمله خبرنگار آزادی اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. چهارشنبه به دعوت‌های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود. مولا رجب یوسفی و برود یوسفی از نزد بینای بازداشتگاه در این باره تفصیلات می‌دهند. نخستین مرافعه دادگاهی چهارشنبه ورزشکار محاربه‌های آمیخته امروز 28 فوریه در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار شد. قرار بود مرافعه ساعت 10 آغاز شود، ولی دادرس کمی دیر آمد و شرکت‌داران مرافعه ساعت قریب 11 به بینای بازداشتگاه وارد شدند. نخست دادرس اجازه داد که خبرنگار رادیوی آزادی بدون دستگاه ثبت به تالار مرافعه راه داده شود، ولی وقتی خبرنگار رادیوی آزادی وارد تالار مرافعه شد، بعد از چند دقیقه کارمندان بازداشتگاه آمده گفتند که مرافعه بعد نصف روز گذاشته شده است و از شرکت‌داران خواهش کردند که تالار را ترک کنند. کارمندان بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه خبرنگار رادیوی آزادی را بیرون کرده و گفتند که بعد از نصف روز حاضر شود، ولی وقت بعد از نصف روز ما برای شرکت در مرافعه چهارشنبه به بینای بازداشتگاه آمدیم، کارمندان بازداشتگاه دیگر به ما اجازه شرکت ندادند. ولی در مرافعه چهارشنبه دو وکیل دفاعی او، پدرش و همچنین بعضی از نزدیکان دیگرش شرکت داشتند. پدر چهارشنبه و هم وکیلان دفاعی این ورزشکار در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفتند در نخستین روز مرافعه پروکورور و یا دادستان برآمد کرده و همچنین 2 نفر از شاهدان پرسیده شدند. به گفته شرکت‌داران این 2 نفر شاهد ضد چهارشنبه گواهی دادند.
دادرس مرافعه نوبتی را روز چهارشنبه و یا پنجشنبه تعیین کرده است. یک شرکت‌دار این مرافعه گفت که دادرس به آنها هشدار داده است که بعد در مرافعه بعدی تنها وکیلان دفاع پدر و مادر چهارشنبه راه داده می‌شوند. دادرس سفر نورعلی زاده معاون رئیس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی بعد از بیرون شدن از تالار بازداشتگاه موقتی صحبت نکرد. عوضخان پهلوانوف پدر چهارشنبه بعد از بیرون شدن از تالار مرافعه بر علیه آزادی گفت وضع صحتی پسرش خوب بود و از دادرس می‌خواهد که او را آزاد کند، چون به گفته عوضخان پهلوانوف پسر او گناهکار نیست. همچنین به گفته پدر چهارشنبه در مرافعه اولین که امروز برگزار شد دادرس از او نیز چند سوال کرده است. چهارشنبه ورزشکار محاربه‌های آمیخته روز 31 دکمبر سال گذشته از روسیه اخراج شد و مقامات در دوشنبه او را بازداشت کردند. مقامات تاجیک چهارشنبه او را بعد دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت گمانبر می‌دانند. خود او و نزدیکانش این عیبنامه را رد می‌کنند. مولا رجب یوسفی برات یوسفی، آزادی دوشنبه. یک زن تاجیک که شوهرش را در یک حادثه ناخوش در ساختمان نیروگاه راغون از دست داده است میگوید چندین سال است نمیتواند از صاحب شرکتی که پدر فرزندانش در آن کار میکرد جبران مالی بگیرد. این زن که 10 سال باز سرابان 3 فرزند را به تنهایی بر دوش دارد میگوید در خانه اجاره زندگی سخت و سنگینی دارد. براد یوسفی و علیشیر ظریفی جزئیات بیشتری دارند. شوهر زلیخا علی محمدова ساکن 40 ساله شهر دوشنبه 10 سال پیش در یک حادثه در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون فوتیده است. داوود سعیدов شوهر این زن در نیروگاه راغون به صفت ترکشگر کار میکرد و در یک ترکش از ضربه سنگ بر سرش فوتیده است. داوود که در شرکت ایرانی صابر در ساختمان نیروگاه راغون کار میکرد، دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی این شرکت را موظف کرده بود که تا به سن 18 سالگی رسیدن 5 دخترش به آنها هر ماه 300 سامانی در مجموع 1500 سامانی پرداخت کند. تو 6 ماه 2018 مرا یاردم میکردن 1500 سوم گرفتم. 6 ماه 2018 تازه این روزا نگرفتم پولی دکورا ندادن. زلیخا میگوید شرکت ایرانی صابر کار را در نیروگاه برق آبی راغون قطع کرده همه مسئولانش به ایران رفتند. او به سفارت ایران در تاجیکستان مراجعت کرده است ولی در آنجا برایش گفتند که به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت کند. آزاده رحمان را نوشتگیم تا حالی گفت مدت یک مدت جوابش میل جوابش نیومده. زلیخا با 5 دخترش در یک حولی اجاره زندگی میکند و هر ماه 600 سامانی اجاره پولی میپردازد. در این حولی همراه با عائله زلیخا 3 خانواده دیگر نیز زندگی دارد و با آنها تا 10 مارس مهلت دادند تا خانه را خالی کنند. همین کودکای من به خانه و در همش دخترکن. این پولمونه نتونستیم گرفتن. یک نماینده سابق شرکت صابر که از قضیه فوت شوهر زلیخا آگاهی دارد و بدون بردن نامش گفت شرکت به زلیخا غیر از نفقه کودکانش مبلغ معین جبران کرده بود و تصدیق کرد که این شرکت در نیروگاه راغون کار را قطع کرده است ولی تعدادی از تکنیک و تجهیزات کاریش در محل کار حضور دارد. او گفت اگر مسئولان شرکت صابر دوباره به راغون سر کار برگردند احتمال مسئله پرداخت نفقه کودکان این زن حل شود. شکایت ها از حادثه های ناخوش در محل کار و نپرداختن جبران مالی از سوی شرکت ها در گذشته نیز صدا داده است. طبق اطلاع خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تنها در نیم ساله دیوم سال 2021 20 حادثه ناخوش در محل ساختمان ثبت شده است که در نتیجه چنین حادثه ها 13 نفر به هلاکت رسیده 8 نفر جراحت جسمانی برداشتند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کشورش علیه روسیه به دادگاه بین المللی که بحث‌های حقوقی بین دولت‌ها را حل می‌کند دعوا برد. هنوز روشن نیست پرونده با کدام اساس به دادگاه هیگ فرستاده شده است. زلنسکی روز 27 فوریه در توییتر نوشت اوکراین عریضه خود را علیه روسیه ارسال کرد. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین می‌دانند. اما مسکو عملیات ویژه برای غیر نظامی کردن اوکراین. بینندگان عزیز برنامه اخبار آزادی را به پایان میبریم. سپاس از همراهیتان و خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی azadi.org دسترس و مطالعه کنید. گزارش‌های ویدیویی هم در آزادی ویدیوی یوتیوب گذاشته می‌شوند. فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها انتظاریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.